سلام علیکم بچه ها. این درس هشتمی ما میشه. آیدی بازیمون میشه درس چهارمش میشه. خب ما در کدی سه ندیم مایل کمتر سنجیدیم بزیره. خب اگر شما سنجیده باشیم طرز حرکتش علاقه فهمیدین چطوریه işte میبینیم yani fondan paylaş میکنیم علاقه این درجه پرمیوم داشتیم sensörde timer داشتیم آخران تایمر دادیم آن تایمرda ptiçka میمونیم وقتی که اینجا در ptiçka میمونیم تایمرمون در واقع پیدا میشه خب بعد تایمرمون در واقع پیدا شدن ما چیکار میکنیم باید کاری که کنیم یعنی کارمون رو کنترل میشه با پیشتر بریم خب انا که ایجادا ما باید چی مونیم ایجادا ما باید مثلا حساب کنک میمونیم bal میمونیم که yumuşak katlayayım, yumuşak katlayayım, sete katlayayım, anamcada memnunum şu. O barayı mı guftin bakteremin memnunum. Premen guftin bolu oldu. Sözler premen onlara paylaşmakla. Misal ben münevsonun bal. Mobil amcada çambalı korkuyorum. Bala paylaşmakla. Ne guftin bal avtomatik derece paylamış olan normal. Ayrıca da bal hasta pütüşkenleri giyiyor. Buradan yarım derece memnunum. İşavuşum yarım derece memnunum. Yana guftesin balma agar ay 20 kalanmışa buradayım, ay 20 kalanmışa boydayım. O balora kimondayım, ana ki kodi dokhilen anjam میدم خچم. Bu beyaz çikolata. O barmagardem barneşni ayrıca prekluşit fonla anamda intihom میکنم درجه میمونم. علاقه ما با اون ای 20 تا باید زیاد باشه درجه ما باید پبیده داشته باشه یعنی شما برده باشه و در کدام اینا شما برده نمیسید و وال سه شما برنده شدید یعنی ایجاد شما وال سه شما برنده شدید ایجاد درسته انا ایشتا باید باشه که شما باختید شما هم فونه میگیریم میوید و فونه گرفتیم اومدیم işte bakayım bazıları intikam etmeyin. Bazıları şu. İşte میگه که شما چیکار کردین بریدین خب این خیلی که باشه ایجاد ما باید یه اپراتور دیگر هم میبینیم خب ثابتی را وارد میشیم یه در ثابتی نیست رفته اپرالین را وارد میشیم stop و سه گفتنی چیز است در اینجا اینها stop و سه نمه انتخاب کنیم işlem memnunum yani bademi oklaşılan hamiyet şan باید ki man şan خب ما این کد را در اینجا موندیم این کد را موندیم یک کد کلاونی دیگه من در اینجا را حالیمون نمونیم که همه کد را ما باید بگیریم خب در چون مونیم در بینی نه اینجا کدی مشتمون باید یک کد دیگه را مونیم خب با پرمین وارد میشیم با پرمین وارد اینجا زدت بال است نمی زدت بالا میگیریم در بین علمی رو میگیریم خب اینجا در نولا значение رو میگیریم یک میکنیم یعنی برای چی یک میکنیم برای او یک میکنیم که هر باری که ما هم پرابلوژی کنیم مشاکل یا بال ما رو چیکار کنیم زیاد کنیم برای آنها اینجا ما میگیریم خب دیگه که ما میگیریم ما برمیگردیم برای پرمین رو ساخته استیم وقتی که اینجا برمیگردیم ما اینجا باید دو نمود آواز دیگر را انتخاب کنیم یک تاش برای برنده شدن یک تاش برای چی؟ بای دادن همین آواز باید چیکار کنم؟ بازی کنم خب ما با صدا وارد میشم زوق کدام دیگه عدالتش میکنم خب добавить звук دو آواز میگیم یک تاش در голос خب голос خیلی انا اینجا خاصه انا میام میگیرم
اگر گوش نمیکنم برای که گوش کنم با آواز کامپیوتر خودم میدونم چی گرد میشود با یا آواز دیگه انتخاب میکنم. من پیشکی علاقه گوشگاهی میشم خب اشتماعی گیرم کنم اینجا یا آوازی دیگه دارم دان میکنم من هم بگیرم میمونم میدانم یا آوازی مثال میگه وقتی باید دیدم اما آواز میشم و کد برمیگردیم. خب زوگ را وارد میشیم ایگرد زوگ خب دا کنسه اینجا دارم میمونم دیگه دیگه هم بگیرم ایگرد زوگ دا کنسه اینجا دارم میمونم میدانم آخرش استودگی یادم چه در کور نیست فقط همین برد دارم آوازش رو باید دانش کنم دیگه میگیم گوال چی را میمونم و وقتی که بازی را سردن اختون میدونیم بفهمیم که برای چی میشود و یک کد دیگر هم اومدیم در این قسمت بالای بازی جا میکنیم و پرمیوم نیم وارد میشیم زدت بال значение 0 اونایی بر سببایی برای که وقتی که هر باری که ما بازی را سر کنیم اونایی شدمون رو 0 کنیم و اگر نه شدمون رو بازی سر نکنه برنده میشیم یا خلاص که فهمیده نمیکنیم در برای چی میروم با فهمیده باشیم نکال میره یا با دیگه میسنجیم این در اینجا چی حالت باز روح میگیر و انا بعدی با کده که در خواست او را میگیریم جا با جاش میکنیم یک بار به اکران کامل میگیریم خب سر کنیم بازی را مان کردیم اگر اهمیت داده باشیم بالیم یک شده یک چی بولو نرم بالیم یک شد بر سبب بالیم یک شده یک بولو نرفت ایران که ما باید بینیم کدونا خطا میشه چیکار کنیم بگیریم ایجاد میگیم زدت با اینجا این کمتر خطا کردیم اینجا izlenip بالا بیاد بیرون اونایی زدت بالا ما چیکارش میکنیم udaletش میکنیم بعد izlenip بعد یا بار دیگه میسنجیم که چی گرد میشود خب رفتیم خب این اینطوری ما در این اکران بول تونستی در این بازی ما هم همیشه بازی کارکسته به اول کاملی کاملی داره کاملی باشد خب در درسای دیگر با نصیب گوشا با شما گفتم میگذاریم
اگر کسی که خیلی خودش مقبول باشه با میتونه استفاده بردن میگیرن. تو درس های آینده سربلند خانواده باشید. این بود درسی هشتم ما درباره اسکرچ.